انسانی قرضدار آیا میتواند قربانی کند؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم سراول دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی بنده های مؤمنی که قرضدار هستند الله سبحانه و تعالی آنها را از قرض نجات دهد و چنانه که رسول الله صلی الله علیه وسلم هر صبح و هر شام دعا میکردند که اللهم انی اعوذ بک من غلبة الدین، یا الله من با تو پناه میطلبم از غالب آمدن قرض. شخص قرضدار یکی چنانه که بیان کردیم شرط های قربانی این قادر بودن، توانا بودن و مال قربانی را پول قربانی را داشتن است، دارا بودن است. برای همین شخص قرضدار اولا چقدر میتواند قرضش را باید پرداخت کند. اما یک چیز را گفتنی هستم در این مورد که قرض چنانه که علما بیان کردند شاید دو نوع قرض است. یک قرضی که حال است، قرضی باید پرداخت کند. بعضا قرضی هست که برادر عزیز قرض تاجرا هست. تاجرا تجارت میکنند، در عرف تجارتشان رایج است، مشهور است این چیز. مال دارد اما بین همدیگر داد و گرفت دارند، مال میتید چنانه که معلوم است به نسیه، همون را همچون قرض میدانند و همون شخص تاجر قرضدار هم قرضدار است ولی در دیگر نفر شاید خودش هم قرض داده باشد، یعنی قرضش این قرض دادگیش قرض گرفتهش را پوشانده میتواند، یا یعنی مال دارد که دیگر مال هایی که در فروش است، در تجارت است، میتواند همون را فروخته قرضش را پرداخت کند. یعنی این قرضدار به معنی که دارا هست. اکثرا امروز تاجرها شاید میده چویده چقدر قرض ها دارند ولی میتوانند پرداخت کنند. برای همین این نمود قرض حال نیست، قرض نسیه است، قرضی که مدت دارد، مهلت دارد و همون شخص تاجر توانا است و ای را پرداخت کند. برای همین اینها نمیتوانند که از این فتوا بهره گرفته من قرضدار هستم، من باید اول قرضم را پرداخت کنم، به من قربانی کردن درست نبوده است، جایز نبوده است گفته از این سوء استفاده نکنند. آنها دارا هستند، باید که چیکار کنند؟ قربانی کنند. الله نگهبان شما باشد، شما را حفظ کند. بهترین چیزهایی که باید ما میدونستیم آن را این لحظه بازدار کردیم.